رسیدیم به صحنه ترسناک روز قیامت. بعد از اون همه انتظار برای تموم شدن دنیای صدای بلندی شنیده میشه. خدا اسرافیل علیه السلام رو دوباره زنده میکنه و بهش دستور میده تا توی سور معروفش بدمه. پل صراط وقتی حسابرسی تموم میشه یک پلی از بالای جهنم تا بهشت کشیده میشه و قلاب‌هایی از دو طرف پل آویزونن که وظیفه هر کدومشون اینه یک سری آدم خاص رو بگیرن. نه، تو رو خدا کمکم کنین. نه! اون روز تمام صداها از هیبت خدای رحمان پایین میاد. به جز صدای پاهایی که آروم حرکت میکنن هیچی نمیشنوی. میفرمایند آن روز دهانشان را میبندیم ولی دستانشان با ما سخن میگویند و پاهایشان به هر کاری که انجام دادند شهادت میدهند. خب حالا دنیا دیگه تموم شده و همه فرشته ها حتی ملک الموت هم یکی یکی مردن، اما حالا وقتشه که همه چیز دوباره زنده بشه و آنگاه شیپور دمیده می شود و ما آنان را کاملا جمع می کنیم.